معمار زندگی. ریحانه 30 سال داشت، اما زندگیش به اندازه یک عمر پر از خطوط و نقشه‌ها بود. از همان کودکی نگاهش به دنیا متفاوت بود. پنجره‌ها برایش قاب عکس نبودند، بلکه دعوتنامه‌ای بودند به نور و هوا. دیوارها فقط مرز نبودند، بلکه بوم‌هایی بودند برای خلق فضا. او معمار بود، اما نه فقط برای ساختمان‌ها، بلکه برای رؤیاها. اما ریحانه می‌دانست که زندگی فقط از آجر و سیمان ساخته نمی‌شود. او زبان را پلی می‌دید، پلی به سوی فرهنگ‌های دیگر، به سوی ذهن‌های دیگر. وقتی از اتودهای معماری فاصله می‌گرفت، با شور و شوقی متفاوت معلم زبان انگلیسی می‌شد. کلاس‌هایش پر از انرژی بود، جایی که کلمات مانند آجرهای رنگی خانه‌هایی از معنا می‌ساختند. او به شاگردانش یاد می‌داد که چگونه با کلمات جهان‌های جدید را کشف کنند. گویی هر کلمه دریچه‌ای بود به یک اتاق تازه، به یک باغ ناآشنا. او به آنها نشان می‌داد که چگونه با اعتماد به نفس از این پل‌ها عبور کنند و به آن سوی مرزهای زبانی برسند. و وقتی از دنیای کلمات و خطوط بیرون می‌آمد، به باشگاه می‌رفت، جایی که با قدرت بدنی و انضباط ورزشی نه تنها خودش را بلکه شاگردانش را نیز می‌ساخت. او می‌دانست که یک ذهن قوی در یک بدن قوی جای دارد. او به آنها یاد می‌داد که چگونه با هر حرکت خود را قوی‌تر کنند. او مربی بود، اما نه فقط برای بدنها، بلکه برای ذهنها. او به شاگردانش یاد می‌داد که چگونه با هر تمرین از محدودیت‌های ذهنی خود عبور کنند. او به آنها نشان می‌داد که چگونه با هر نفس اعتماد به نفس و اراده خود را تقویت کنند. زندگی ریحانه فقط به کار محدود نمی‌شد. 2 سال پیش او با احسان آشنا شد. احسان ایستگاهی در مسیر او نبود، بلکه همراهی بود در جاده پرپیچ و خم زندگیش. آنها خانه‌ای ساختند، اما نه فقط با آجر و سیمان، بلکه با عشق و حمایت. احسان در کنار ریحانه بود، در تمام نقش‌هایش. وقتی او در حال طراحی بود، احسان با فنجانی چای در کنارش می‌نشست. وقتی او در حال تدریس بود، احسان با افتخار به او نگاه می‌کرد. وقتی او در حال تمرین بود، احسان حامی او بود. در پایان یک روز پرکار، ریحانه به پنجره خانه‌اش نگاه می‌کرد. خطوط ساختمان‌های شهر، مانند خطوط روی کاغذش، منظم و زیبا بودند. او به این فکر می‌کرد که چگونه تمام این نقش‌ها، تمام این خطوط و کلمات و حرکات در کنار هم یک تصویر واحد را می‌سازند. او یک معمار بود، اما نه فقط برای ساختمان‌ها. او زندگیش را می‌ساخت، با دقت یک معمار، با شور یک معلم و با قدرت یک مربی. هر روز تصویری تازه از خودش می‌آفرید، تصویری که مانند معماریش محکم، خلاق و زنده بود. ریحانه می‌دانست که زندگیش یک شاهکار در حال ساخت است. هر روز، با هر خط، با هر کلمه و با هر حرکت، یک قدم به سوی کامل کردن این شاهکار برمی‌داشت. و در این مسیر، احسان همراه او بود تا این معماری زیبا را با هم بسازند.